چرا نماز نمیخوانیم؟ ضعف عقیده است. چرا عروسی اسلامی نمیکنیم؟ ضعف عقیده است. چرا محبت مخلوق نسبت محبت خالق به شما زیاد است؟ محبت خالق که در قلبت بود کل دنیا خفه شود، کل دنیا خفه شود، لکن الله خفه نشد. نمازت، روزیت، حجت، زکاتت، جهادت، عبادتت، دعوتت، چرا از جیبت پیسه نمیبراید؟ عقیدت ضعیف. چرا به خاطر اسلام مصرف نمیکنی؟ عقیدت ضعیف. چون میفهمی که این پسرم است. یک کس را پرسان گفت کدامش خوشبخت است؟ عقیده که خوبش است. 1000 روپیه در مسجد گفت فلانی مدرسه است، 1000 روپیه از جیبت دادی به مدرسه، اینجا خوشحال زیاد میباشی؟ سعی کن عقیدت حساب کن. یا در راه مسجد میرفتی، یک کس آمد که فهمی به هزاری بخشش در جیبت را پرت کن. او هزاری که تو در مسجد به خاطر مدارس دادی، دیگه زیاد خوشحال هستی؟ و یا او هزاری دیگه که برات دادن که بگی مصرف کن. او از اگر در اولیش خوشحال شدی عقیدت قوی است. چرا؟ به خاطر که او 1000 بگیری در مسجد دادی و در مدرسه دادی، ای در روز قیامت یک روزی که 50,000 سال است به دردت میخورن. و این هزاری که حال بر تو کس داده ایره که تو فروشگاه بری وقت کلش مصرف شده، 2 ساعت هم پیشت نمیمانه. پس کی عروسی اسلامی میکنه در جوانا؟ کی نماز 5 وقت در جماعت میرن؟ کدام جوانا در صف جهاد قرار دارن؟ کدام جوانا از حرام خدا نگاه میکنن؟ کدام کسایی هستن که رشوت نمیخورن؟ کدام جوانایی هستن که 24 ساعت عمر خدا در دعوت اسلام وقف کردن؟ کدام جوانایی هستن که زحمت زیاد میکشن تا که بتانن به اسلام خدمت بکنن؟ کی هست وقت خدا، انرژی خدا و مال خدا در راه اسلام قربان میکنه، مصرف میکنه؟ کسی که عقیده قوی داشته باشه. اما اگر عقیده قوی نداشتی باز هیچ کارا رو کردن نمیتونی. از این خاطر کس را نگو که عروسی اسلامی بکن. من هیچ کس را نمیگم. کس را میگم که عقیدهش جور شده باشه. او باز نمیگم، من نمیگمش، خودش میگه ما عروسی خود اسلامی میکنم، خودش میگه من 5 وقت با نماز میگم. کس را نگو که ریش تکل نکو، ریش بان. عقیدهش که قوی شد، فهمید که چهره ریش داره پیغمبر خدا دوست داره، الله دوست داره، ولو که بسیار ما بعد قواره معلوم شد. لکن آنچه که الله دوست داره، چون من محبت با الله دارم،